سلام. امروز اومدیم با پارت دوم ولاگ حمایت‌های فراوان شما که 20 تا فکر کنم تا الان 20 تا واسه اولین ویدیو خوبه. آره 20 تا بازی تا الان خوبه. حالا نمیدونم دیگه شما کی ویدیو رو ببینید فکر کنم تا واقع بیشترم شده. حالا نمیدونم چند تا انلاک داشتیم نگاه نکردم ولی فکر کنم 6 5 تا حالا هست چون دومی ویدیومونه خیلی خوبه. بریم حالا پارت دوم ولاگ. ما الان بذار بهتون توضیح بدم چه اتفاقاتی افتاد. ما دو تا الان رفتیم. آها یه چیز دیگه حالا میگم. اولین چیز اینه که اسممون رو تو پارت اول نگفتیم. اسمم باربوده. خب منم محبودم. اینم محبوده. خب حالا ما تو قسمت قبلی که پارت رو گرفتیم من پوریا بودیم. خب که همینجوری داشتیم میرفتیم ولاگ ساده از کل اینجا گرفتیم. الان فکر کنم این ولاگ طولانی تره و قراره تو ولاگای بعدی هم حالا دوستان عزیز میان استقبالتون زیاد باشه. یه چیز دیگه هم که هستش بخواستم بهتون توضیح بدم خب اینه که ما یه ویدیو گرفتیم قشنگ ویدیومون کلا کامل بود. یه دونه ماینکرافت بود دیاره. این ماینکرافت گرفتیم یعنی دهنمون هم سرویس شد برای گرفتنش. یعنی کلا واسه نمیشد دنگ و فنگ داشت. مثلا هر کاری میگفت انجام میدادیم ولی بازم نمیشد. همین رو میخواستم بگم. لایک و ساب فراموش نشد. سابو بکنید چون بدبخت چنل اومده. حالا لایک ساب دیگه چی؟ ساب یه مکعب بدید نوشته توش ولی نمیشه. حالا چه میگفتم یه بیشتر تو ذهنتون تصور. آره یه نه حالا من اینجا بازم میدونم. حالا ما ماینکرافت هم گرفتیم تو وسطاش رفتیم یه ویلیج هم پیدا کردیم. بعد گوشی من نمیدونم چرا ماینکرافت باگ خورد کلا لک شد. بعد دیگه حالا حرف زیادی نمیزنم بریم سراغ ویدیو. خب حالا از اینجاها باید ویدیو بگیریم. از اونجاها خب ما اینجا فکر کنم پارت قبلی اومدیم یا نیومدیم. تو اونجا اومدیم نمیدونم تا یه جاهایی اومدیم با پوریه تا اون بالا اومدیم. ما رو سلمان اونجا در خود عشق کن نگاه نواز گنده پر قرمز پره رنگ کردم بابا بچه پر قرمز رنگ پر برو کانتنت درار انشالله. باید میتونیم کانتنت دراریم. حالا من توی این ولاگ شلاقم پیدا کردم. آره یه شلاقم پیدا کردیم. حالا من پیشی پوشی از راه حالا دیگه براتون بیشتر فیلم میگیرم. حالا یه لحظه استوب میکنم بچه ببخشید یه لحظه چیز شد. بچه واقعا برای اولین ویدیو خیلی خوبه ها. ولاگو فکر کنم دوست دارم بچه ها. برای اولین ویدیو 20 الان نمیدونم فکر کنم زیاد شده دیگه. حالا ما گوشی بدیم دست محبوب جا. محبوب دور اینجا بر خود یه چرخی بزن آروم همین گوشه ها باش. من بر خودم میتونم بگیرم همون جوری بگیریم. با بچه ها صحبت کنم. خب چه خبر خوبی؟ سلامتی ها بچه الان شما که دارید این ویدیو رو میبینید ویدیو به هم خوردش. الان اونور بودیم الان کلن اومدیم اینور چون که حالا بخاطر یه دلایلی کل ویدیو الان خراب شد ولی اونو نمیدونم چیه وسط خیابون زدن زیاد بهش دقت نمی‌کنیم. پیشی رو مشاهده می‌کنین به جاده صاف که بیشتر فکر نکنم ولاگ باشه. آره یعنی اگه من دوست داشته باشید خب الان ویدیو بعدی 2 تا پشت سر هم ولاگ گذاشتم. حالا ویدیو بعدی ماینکرافته که یا با بچه ها بازی میکنیم یا مثلا با کم تا برو جلو فیلم بگیریم ازت. یا ویدیو بعدی بیا از اینجا برای جنگلی بهتره. حالا اونجا رد بشیم. چی داشته بودیم؟ کجا؟ نمیدونم. آرام مربوط دو این ویدیو 1000 بار داشت میگفته. از جاده بگیریم. فکر کردم یه موش چیزی داره میاد سمتم. چی بود آخر سر؟ پرامی
اون چیزه بود یه چیز مثل این بود بابا آرام باش. حالم خوش نیست. نه با جام چیز دادم توهم شده. واسه آی نه با درقه بکنم الان که آره ببین حالا مثل کلا انقدر خندیدی دلمون کلا درد گرفت. فکر کنم الان خودتون بدونی چه جر خوردن خنده داره. بابا بیا میره بالا. بابا داشتم میرفتم مثلا حواسم به دوربین بود، کلا دیدم دوربین کثیفه، داشتم میومدم یهو دیدم معبود رفت پایین، دیدم افتاد بدبخت یه سنگ رفت تو کلیهاش، داشت 3 ساعت جون میداد. شلوارم پاره نشد من. کلیدم نی دستمه کلید دستمه میگم کلیدم نی. وای به خودشم میگفتم بریم اونجا اول ویدیو شو. بابا تشنه الان میریم اونجا میشو. وای بچه‌ها الان که شما مثلا دارید این ویدیو رو میبینید، الان مثلا میام این ویدیو رو دارید میبینید، ویدیو رو که دارید این قسمت رو الان میبینید نمیدونم که به دست شما میرسه تو یوتیوب. ها دوباره سلامی دوباره میگم من مردم مردش حالا به هیچی حالا بچهش اومد برام هم اینجا اومد برام سلام گوگلیو عمو دوستتون دارم. مثل قرار همه مردم این ویدیو رو میبینن. چی بگم؟ نمیدونم میخوای چی بگی. خب میخوای آقا برای ویدیو ما هم جیر خوردیم هم قرار جیر بخوریم، هم قرار ادیت هم سر افتاده. الان مثلا خب شما الان این ویدیو رو مثلا یه دونه ساده میبینید میره مثلا وسطش از یه جا میپره یه جای دیگه، ولی بچه‌ها ما 50 تا ویدیو گرفتیم. خب یعنی بالای 100 تا ویدیو گرفتیم، قراره همه رو هم بچسبونیم و خلاصه خیلی سخته. لطفاً ساب کنید. پاره شدم و افتادن من. وایسا آی آره بچه اینو فکر کنم میم بشه کلا. وایسا یه میمی هستش در من داشتم دوربین رو نگاه میکردم یهو دیدم معبود رفت پایین و دیدم معبود جان مرد. خب الان دیدید که الان پرنام هم کنارمون بود دیگه دمین دیگه آماده پارت سوم باشه. ببین الان که برای پارت سوم ببین روبرو چه خبره. نه خیلی خوب بود. بچه ها اینم از چیز امروز برام هم مون آقا خانم آقا این نکته خون سر خود جنس بخواه خلبان برمرده کپی رایت راننده ببینه کپی رایت نخوره راننده بمرده. از همینجا با واقعی خداحافظی کنیم تا پارت سوم آماده باشید. تا کسی که یا بفنه راننده برو خداحافظ. خداحافظ تا پارت سوم لایک کنید تا پارت سوم دارم. خداحافظ.